سلام علیکم رئیس مغازه خوبه موندای کار شکرانه خدا این چند رو با بودی؟ حالا یک 28 تشید این حقیقتی 29 تا یک دیگه برای 30 تا شهر رئیس جان با عبید کنه میگم بعد عبید میکنی گرمی بچه دی گرمی رو به کار بشه واقعی یا عبید کانتر دام بگی ها رئیس با گفته وقتی تستر کنین باید زندگی شما واقعی رئیس جان حالا بردیم و باید شب بختم انا شنبالیم بزیم یک دیگه شما با عبید کنم چی میشه خیلی برای کار ما اینجا داریم هزار رحمت رئیس جان مال رئیس خوب مال علیو رئیس همین رئیس آدم میفهمه یعنی دویم در برمون در پسی بلندی دست منو میگیره خدا احکام نشود سری زمین گشتم چه کاری زنه ولی نرس چه جنا کانتر دام بگیرم چه کاری رو خوبی نست رفتم زن اجرا کردیم خلو رسمی بلوکر هم را جمع کردیم همون یک استورا کانتر نسترینش نب رفتم سر خورد بود پس عبید در کورا بود همه قزن زدم تلفن را جواب نداد میگم معاش پاشون کم نباشه یکی میسو کار کرده یا نمیفرشون کار کردم ای خیلی مرده همون اولیکای هوا رو زیادتر کنم همون را میگم که اگه خدشون مسئولیت کنم کانتر معاشون زیادتر کنم زیادتر کنم کار که تسترک میکنم مثال امروهاشم میایم سوا بیاخه همون را میگم دیگرش به نسترین خیلی نصیب ایدفعه خرج کرد دفعه خرج میکنم مهنت کردی اینا حالی باوردی توش تمام قاق شدن هندم شما رئیس بابا الان شیطوره گفتم از بینترش ها گودکان نغلطه کو بیو کو قربان جان بیا جا کویا سویگی دایا مسئولیت کریم آز رئیس بابا همیشه هی اوفرین درامی هفته و هر کار میکنی ده لابه رئیس بابا لابه رئیس کو چطوری سلامتی خوبی کارو خوبی این پاک زبط کردی کو خی شکونه پرالی اوستا اکه ای تمام فوندامنت خونه دا میگذاری ها اکه الان اصولی وقتی پیچورم بیارم با اصوصا که گیچه میریزیم بعد میبرداریم شکر بهترین تو اولی که چند قمه گرفتی قربان جان؟ خیلی احنا مسئله کردیم که 1000 سومون 1000 سومون و اکه ما پساب نیکم که یاردم چی همین توز اومده نه ما تدا یک سورپریز دیگه دارم قربان جان این اینجا خیلی اینه 1,500 فهمیدی؟ 1,500 این 500 دیگه اش تدا پدرکای دیگه ای پس فقط 1,500 میگیری اویل تو فهمیدی؟ لیک کار دا دیگه دیر نکی سری وقت کار دا بیو مایلش فهمیدیم اکه من کارم کم تمونده و یکنم بر وقت خونه برم از سرسیمت ترم این استورا 1000 سوم میدادم 8 بار 8 قد میشه 1000 رحمت میگو این بارا اویل چه باران کردیم نه رحمت بانگو نه یکون سخن دیگه خیلی بیو برد چه در نم قید چه؟ السلام علیکم بیا رئیس بابا استاد کار تمام کردن عبید رفتن ما اینجا کار طرف میدن خروس کن این چی گفت؟ همه نزده رئیس همه نزده مایلا ما چند بارا میام درتون همه تفتر میکنم این نه کارتون پیش رفتیسه نه جو درتون محکم
رئیس بو چی یگان چی نگو بگونی با خونه را بیا ما قطعیت صحبت علایده میکنم که خیلی کار پیش نمیروم استو اومده بودن کو مایلش ما اصورانه تخد نازی ما بیا بگونی ما قطعیت صحبت جداگانه میکنم مایلش ما دگاورا قطعیت دیگه خیلی کار گردم با وابشه کارانگی دیگه گیرم مایلش خیر ما میرم بگه اترا ما داخل اجداد میکنم رئیس بو رئیس بو تمام کردم بیا من نازه هم که جا خوبه تمام کردم رئیس بو گفتون یا هم جمعشتیم رئیس بو این باسون بنزه بره بولو بگذار هفتاد کیلومتر بیشتر خود تاگی میمونه چی رئیس بابا تمام کرده ما گفتم یا دست رو ما بشون خونه برم با گفتم شما فاید کرده بده تو شما یا بینم با برم یا دست ما بشون برم خونه که رئیس بابا اینا کورم تمام کرده قربان جان میدونی برای چی من شما رو اینجا دعوت کردم نمیدونم برای اون خاطر دعوت کردم دوست عزیز که شما میدونید که من این 2 ماه میشود که معاش شما رو 1,500 سومون کردم لک پیش 1000 سومون میگرفتید ها روز ماهی گذشته که یک روز با کار حاضر نشدید من همین قدر با شما زنگ زدم با جای کارتون رفتم شما در کار نبودید ما همراه اویله هم مصلحت کردم که شاید زندگی شما خوب نباشد ممکن اویله که شما نرسد در زندگیتون مصلحت کردم که اویله که شما رو زیاد کنیم نیست زیاد کردم 1,500 سومون بر شما دادم لیک شما میدونید که این ماه اویله که شما را من 1,500 نه و 1000 سومون میتونم 500 سومون اویله که شما بریده میشود با اون خاطر که شما در این ماه هم سری بار با کار حاضر نشده یکون چی گفتنی؟ رئیس جون من 1000 سومون در روزیم 1000 سومون اولیک روزیم برای چی قربان جان من یک کاری که در حیران شدم در کدام کار رئیس جون برای چی ماهی گذشته که من ترا 1,500 سومون اویلک دادم شما 1000 سومون میگرفتین 1,500 اویلک دادم وقتی که پول گرفتین یک بار سینما نگشتین که یک بار رحمت بگین یاد دارید دفعه پیشینش که 1000 سومون معاشم میگرفتین 5-6 بار گیردم چرخ زدی رئیس 1000 آمد ما سببش نفهمیدم سببش در چی بود که یک بار تو نسبت من نگفتی که رئیس 1000 آمد که معاش مرا زیادتر کردی چون بیزور معاش مرا کم کنیم لیکن نمیخوام شما رو غمگین کنم برای چی؟ میدونی چی رئیس جون اما روزی اولی که من با کار نیومدم خب خداوند برای من فرزند عطا کرد فرزند بهترین ماشاءالله بعدی که من نیومدم و دوباره با کار برگشتم شما با من معاشم رو 1000 سومون نیاد 1,500 سومون داده من برای چی با شما منتداری نکردم و رحمت نگفتم باری اول شما با جای 1000 سومون با من 1,500 سومون معاش داده و من از شما و از خداوند شکرگزار شدم که خداوند برابری به من فرزند عطا فرمودن است ریزقش رو هم به واسطه شما به من فرستاد اما این ماه که شما از سر معاش من 500 سومون مرا بریده باز هم از شما گیره من نیستم چون که این ماه خداوند فرزند رو از من گیری و ریزقش رو هم با خودش بود
Rahim Production.